وای ویندوزم اکتیوش سوخته، چی کنم؟ برم زنگ زدم بگی چند تا کامپیوتری، گفت بردار بیا اینجا تا چند تومن پولادا بگیرم. توی هر جایی که بری بده کامپیوتری 15,000 تومن پولش میگیره، ولی من تونستم خودم ویندوزمو اکتیو کنم فقط با یه سرچ کردن، اکتیو ویندوز 10. بسم الله الرحمن الرحیم. میخواستم تو این ویدیو بهتون اکتیو کردن ویندوزها بهتون آموزش بدم، فقط با یه فایل بسیار بسیار راحت و کم حجم. من اومدم رفتم زدم تو گوگل نصب اکتیو ویندوز 10. برای من یه فایل زیپ برای من بارگذاری کردم. بعد رفتم تو آموزشاش خوندم، گفته بود که اینا باید اکسترکتش کنیم. من به طور این فایل درش آوردم. بعد رفتم توی فایل دیدم 3 تا چیز بیشتر نیست. گفتم خدایا چجوری با این بتونم. اومدم روی KMS اتو یه دونه ران کردم. خب بعدش این صفحه اومد. اینجا میگه اینستال کیس میخوای بکنی، میخوای اسچمبر میخوای بکنی یا اکتیو میخوای بکنی. به اینجا ما میزنیم اکتیو آفیس، برنامه آفیس هم اکتیو بکنه و اکتیو ویندوز. ما میخواستیم اکتیو ویندوز انجام بدیم. بعد من اینو انتخاب کردم و زدم رو اکتیو ویندوز. الان من ویندوزم اکتیوه، برای همین بزنم فکر کنم بدتر بشه. وقتی میزنی روش یه چند ببینین، من 1 ساعت تقریبا میتونم بگم که من بهش گیر بودم، خسته شده بودم ازش. گفتم میرفتم بیرون میدادم، ساعت 2-3 ساعت میدادم، انقدر هرس نمیخوردم. گفتم نه صبر. برا من یه پیغام اومد ریستارت ناو. این پیغام مال اکتیو ویندوزم بود. وقتی این اکتیو ویندوز رو زدم، ریستارت ناو رو زدم، سیستم سریع خاموش شد و یه سیستم صفحه سیاه به من تحویل داد. ولی برنامه هاش بود، یعنی این که اینجا این پنجره هست و این پشت زمینه من کامل سیاه شده بود. ترسیدم، رفتم